سلام خدمت آقای دایی بازیکن ارزنده تیم ملی ایران. خیلی ممنون که امشب برنامه 90 تشریف آوردین. آقای دایی نظرتون درباره نرفتن ایران به جام جهانی 2002 و اینکه آقای دایی الان خیلی تو اینا رو دارن تو ورزشگاه به شما انجام میدن چیه؟ سلام علیکم. گوه خوردن توهین میکنن آقای فردوسی پور. به تخمم هم که تیم ملی به قولی نرفت دامدانی. آقای فردوسی پور تو زمین بگم به من میگه دایی به قولی 80% باید برفته. دایی باید مادرش گایده بشه. چطور اینا باید بشه؟ آقای فردوسی پور من این سوال از شما دارم. آقای فردوسی پور به شما بگم مادرتو گایدم چیکار میکنی؟ نه بهت بگم کشتن نه چیکار میکنی؟ آقا همین توی کسکش منو گایده دیگه. زیرا به منو تو برنامه 90 میدن دیگه. کسکش. فکر من تو بایر مونیخ هم نمیستم چیزالو خلالا میلته بلادر. کیلم دهنه. آقای برای من دهن ماست. فکر من نمیدونم نمیخواد سوال کنی. تو همین توی کسکشی زیرا به منو میزنی دیول من خایمالیمو میکنی. کسکش. کیلم دهنت. چرا اینجوری میکنی آخه زیرا به منو میزنی؟